نام حضار محترم، از نام عزیزا بزرگا داملوها خوریای محترم، سادات محترم که در این محفل خیر دارند، اولا و فرزنده و پیوندای مرحوم ایشان محمد طیب علیه الرحمه اظهار تسلیت بیان میکنیم و از درگاه خداوند حنان و منان مسئلت اون را داریم که پروردگار برای فرزندان تقوای پدر، راه روش پدر، آداب و اخلاق پدر نصیب روزی بگردد. واقعا این بزرگا در آن زمانایی که ما جوان بودیم اینا یک شمع فروغ بودند که مردم مسلمان آداب و تقوا و اخلاق خویش را با اینا موافق می‌کردند. اینا یک حق آزمایشی بودند که هر کس می‌خواست که معین کند که همین در کدام درجه قرار دارد تقواش تا کدام حد است، البته که به همینا پیروی میکرد. حیات اینا یک نمونه عبرت بود. زیرا در همون زمانهای شوروی هم الحمدلله سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نمیکردند. الحمدلله که جامه و جیلنگ داشتن، سله داشتن و همون جوانو را به خوردی همینا را دیده و به اسلام محبت میکردند و ایلو در مکتب درس نبود، تعلیم اسلامی نبود. برای خدمت هایی که اینو کردم به خدا قسم به هیچ چی قیاس کردن نمیشه. واقعا خدمت حقیقی کردن. خاصتا سادات، خاصتا ایشانا به قول امروزه ما همین جوانا کودککا بابای ایشان میگفتن دلشو گم میزن و به خاطر آنکه در همین سیمای ایشانا اسلام میدیدن، پیروی به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم مشاهده میکردن. در حدیث آمده است، در حدیث گوهرباری که امام بخاری روایت میکند، رسول خدا صلی الله علیه و سلم و امتان مراجعت کنان فرمود: ترکت فیکم امرین او ثقیلین لن تضلوا ما تمسکتم به. در بین شما دو چیزی بزرگی را گذاشتم که مادامی که به همون چنگ بزنه انشالله هرگز گمراه نمیشوی، همیشه انشالله به هدایت الله راه حق در میابه. کتاب الله و عترتی، یکی کتاب الله قرآن عظیم الشان و دیگرش عترتی من گفت، اولادی من. در همه عصر زمان الحمدلله سادات، من در نظر دارم همون سادات طیب طاهر که واقعا افتخار میکنن به سیدزاده بودن و به اولاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، فخر فروشی نمیکردن. همیشه سعی میکردن که به همون جد اعلای خود پیروی داشته باشن، تقلید داشته باشن. همیشه جدی اعلاشون براشون الگو بود در زندگی. بعدم حضرت تاکید کرد: الله فی عترتی، از خدا بترسه، خیانت نکنه در حق عترتی من، احترام شو کنه، پاس شو بداره. واقعا همین سادات اکثری کلش در همون زمانهای فسق و فساد شوروی نیست. الحمدلله رب العالمین راه رویش و منسک شو درست بود. راه رویش محمدی بود صلی الله علیه و سلم. شریعت می آموزاندن، تعلیم می دادن. برای طالب علما که در مکاتب رسمی نمی خوندن، پیش دامله ها در تحصیل می گرفتن، خانقاه و حجره های سادات باور کنید مکان استیپندیا گیری بود. همین طلبا هم همین مبلغشو خلاص میشید، آخری هر ماه یا میزدن خانقاه بابای ایشان عبدالرحمن جان علیه رحمه میرفتن، یا میرفتن ایشان احمد خوجا علیه رحمه را زیارت میکردن. به هر کدامش همین مبلغی که در دستشون میغلطی در طالب علم صرفش میکردن. با قول امروزه استیپندیه هاشون همون ادرا را از همین حضرت ها میگرفتن. برای یک نزد ما اعتبار حد بزرگ دارن. از جمله بابای ایشان محمد طیب علیه رحمه، خداوند رحمت مغفرتش. سادات نور دیده اعیان عالم از حرمت پیامبر، از عزت علی. سیدزاده ها نور دیده اعیان عالم به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم و به خاطر حضرت علی که از خلفای راشدین ما است. گر خورده از ایشان صادر شود مرنج، نتوان شکست حرمت ایشان به جاهلی. اگر ما بودو بیتون یگان گفتگوزاری نمشید، یگان گپی سخترک هم گفت، او هم گپی سختر هم به خاطر خودت میگه، به خاطر اصلاح خودت میگه. زینهار نرنج که از روی عقل فراست نیست، احترام
اولاد پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما و شما را به خدا قسم میته که الله فی عترتی بشکنید. فردا طعام معده دوزخ شود کسی که امروز از محبتشان نیست ممتلی. همین کسی که محبت نداره، آدمی که به آل محمد صلی الله علیه و سلم به متقیا محبت نداشته باشه، او هرگز به پیامبر هم محبت نداره و به دین هم محبت نداره. از بحر آن که سید کونین گفته است الصالحین لله و طالحین لی. همین خدا کنه که بزرگامون را احترام کنیم، سادات احترام کنیم، دامنها را احترام کنیم، ریشدارا و سلدارا را احترام کنیم. اگر احترام کردیم انشاءالله فرزندامون هم احترامش بکنن. اگر احترام کردیم این منسک حق، راه و روش حق هرگز گم نمیشود. اگر احترام کردیم، ببینید خدای بزرگ ما را داد است. در هر کجایی که تاجیک برود، به خدا قسم در آن بیوشی کسرت سیسیوف میگن این ملاه یا شریعت با خبر است. ما را هم که یک مردم شریعت دوستدار و پیرو شریعت غرای محمدی میشناسند. همش به شرافت دعوت همین بزرگ مردا بود، به شرافت دعوت همین پدرها و باباهامون بود. اگه امروز استافته در دست ما غلطیده است. ما و شما باید تعلیم تربیت کنیم، در خانه ها ما تربیت میکنیم، در کوچه ها ما تربیت میکنیم. از خوردی باید جوانها را به محبت خدا و پیغمبر بزرگ کنیم. اگر نکردیم آخه دشمنا و شیطانای زیاد یوف میشوند که رهگم شو میزنند. همین رهگم زدن انسان هیچی نیست. آخه در یک لحظه اگر اون تخته محبت از خوردی در قلب جوان مسلمان انداخته نشود، بعدا شاید در گردابای حیات میغلطه که آهسته آهسته دیگه راه و رویش گم میکنه. اما اگر خشتی اول چنگزاش معمار راست تا ثریا میرود دیوار راست. خشتی اول که راست گذاشتی، از خوردی خدا را شناخت، پیغمبر را شناخت، دیگه نه درس اتئیسم علمی و نه کمونیسم علمی و نه دیامت اسمت گمراهش کرده نمیتونه. خداوند بابای ایشان علیه رحمه را رحمت مغفرت کنه، در بحبوحه جنت مستقر گرداند. پروردگار اما تقوایی که داشت، عباداتی که داشت، محبتی که داشت در قلب فرزندا و قوما و تمام مسلمانای ای دیار جا کند که پیروی پدر و باباهامون باشه. راه آبا را که آن جمعیت است، معلی تقلید ضبط امت است. اجتهادم در زمان انحطاط قوم را در هم همه پیچد بساد. اما راه بابا و پدرات سخت بقب. ز اجتهاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظ تر. از بعض نمیدونم این نو پیداهای ابلهی که کوشش میکنن که در شریعت، در دین، در مذهب اختلافا بدازن، انام اقتدا به بزرگامو که خیلی پاکیزه و تازه تر بدن محفوظتر و خوبتر است. فکرشان ریست همه باریکتر، ورعشان با مصطفی نزدیکتر. اون مردکا پیش ایو که یک کاری را کنن اول اندیشه میکنن که همین کار فایده و منفعتش به جامعه میرسه یا سبب فتنه میشوه و پرهیز تقواشو به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر بود. بابای ایشان از همون زمره بود. پروردگار از تمامی بلا و آفات فرزندا و اهل خاندانش حفظ کرد. خداوند بابای ایشان رحمت مغفرت کرد، در بحبوحه جنت مستقر کرد. از این رسالت، از شفاعت جد اعلاش محمد صلی الله علیه و سلم برخوردار و با نصیبش گرداند. پروردگار پیروی دستگیری از بزرگان برامون نصیب روزی بگردان، زیرا هر کس فردا روز قیامت همراه محبش حشر می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم علیه حکم شبرو ورده است، مهر خاتمه را هم گذاشته است. المرء مع من احب فانک مع من احببت. هر مرد همراه محبش حشر می شود. به شکل شبهه فردا روز قیامت همراه محبات حشر می شود. خداوند همین محبت بزرگامونه، محبت استازا را، محبت خادمای را که خدمت دین کردن که الحمدلله رب العالمین او شما امروز صاحب عقیده مستقیم هستیم. الحمدلله که دشمن نمیتونه ما و شما را گمراه کنه. در نظر دارم دشمنای دین اسلام و پروردگار عاقبت امورمون به خیر انجام بده. برامون حیات اسلامی، مرگ اسلامی و فردا روز قیامت محشور گشتن
همراه مؤمنان محبان الله و محبان محمد صلی الله علیه و سلم نصیب روزی گردانند. آمین. یا رب. یک سوال ما قتل ایشان محمد طیب همکوزیم 71 سال ماه مای پیش که مقسوم بایدو میخونیم 30 کس اینجا جمع شدن بعد ملابسه گفتن که اخیر زمان میشود در روده آهنی کوپریک آهنی پدر مادر و برادر حالا همین ایشان محمد طیب گفت که افتقاد در بند ایزار میشود 71 سال ماه مای خونه کلمه سرحتم و یوش همین گپ زد این همون گپ همین 48 روش نیومد افتقاد همون بند ایزار شد کرامات اولیا حقه، هیچ جای شک شبهه نیست. یعنی مردک خطی ما هم کردیم کرامات اولیا با آیات قرآن ثابته، با احادیث صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم، با آثار صحابه و بزرگان دین ثابت است. هیچ جای شک نداره. فقط همین را باید ما بدونیم که او کرامات فوکوس نیست که کی بخوای نشونش بدی. همون وقت همون کار میشود، همون صاحبش حتی خودش در تعجب میمونه. هیچ خیر شده چی نمود چی. ولی متاسفانه در ذهن عوام هم خیلی شیشته است که هم فلانی هر چیزی عدیلت بگذاره میدونی که پیش برای میدونه برای چی خاطر اومده. همین اصلا اصطلاح های عوامانه هم اسخان های عوامانه هستند. معجزه هم عطای پروردگار است که به پیغمبراش میده. کرامات هم عطای الله ذوالجلال است که بین همین بزرگای دین میده، به اولیاء الله میده. اما هیچ کدامش از پیش خودش کاری کرده نمیتونه. همه از جانب پروردگار است. شیخ سعدی میگه یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشنگهر پیری خیردمند ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی. شخص میگه از حضرت یعقوب علیه السلام سوال میکنه که ای حضرت 3 روز در چاه کنعان بود در پهلو بخی نفهمیدی ندونستی و چقدر بوی پیراهن شای مصر شنیدی؟ بگفتا حال ما برق جهان است، دم پیدا و دیگر دم نهان است. گفت این در اختیار در دست ما نیست آخی، گهی بر طارم اعلا نشینم گهی بر پشت پای خود نبینم. حالت میشه خدای تعالی حجاب از پیش چشم میگیره، ملکوت هم میبینم، تسبیح های ملائکه ها را میشنوم، اما حالت میشه که این پشت پام در چی واقع میشه نمیبینم. اگر درویش در خانه بیماندی سری دست از 2 عالم برفشاندی. بزرگان میگفتند که کرامات الابرار بین التجلی و الاستتار. این کرامات و بزرگی ها و این همین امرهای خارق العاده که بعضا از همین بزرگای دین دیده میشود، این بین تجلی و استتار است. یعنی اختیار در دست خودشون نیست، همیشه این کارا کردن نمیتونه. اما همین مسئله که کرامات حقی جای شک شبهه نداره. از آدم پاکیزه و تازه بود. این اکرمکم عند الله اتقاکم. مکرمترین بنده ها در پیش الله از همون هست که تقوی بیشتر داشته باشد. هر کی تقوی بیشتر داره با کرامات هم اولاتر و نزدیکتر است ان شاء الله. با دوستی پروردگار هم اولاتر و نزدیکتر است. هیچ جای شک شبهه نداره. شما نگران به مشاهدات